یا های بچه‌ها چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. امروز قراره بریم همون پارکی که ولاگشو گرفته بودم، همون جایی که طبیعت گردی و اینا بود ولاگش دیدین اینجا عکسش میاد، حتما بریم ببینید. اونجا یک جای خیلی خفنی بود، یه پارک کاملا آروم و عالی و اینا، ولی امروز میریم اونجا و بهتون نشون میدم چقدر مطمئنا تغییر کرده و خفن‌تر شده. فقط قبل اینکه ویدیو رو شروع کنید حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال ساب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید، رو آل بزنید که نوتیفیکیشن بیاد واسهتون. فرق نمیکنه چه شورت باشه چه ویدیو معمولی. بعد تو کامنت ها نظرتون حتما بنویسید. دیگه برو بریم. برام میشه دیسکو اینا میبرم دیگه جاش رو چرخ و فلک از این حرفا. اینجا چیز جالبی که داره سگ و گربه اینا چی میگن میدن به مردم دیگه مجانی. همه جور خوراکی اینجا بودن، هر چی تو فکرشو بکن، اصلا نان استاپ. چیزی که اونجا داره میچرخه اونجا اسمش کارسله. کارسل یعنی زندان، داره میچرخه، نه که چرخ و فلک دیگه. من توی منطقه بازی و اینا زیاد حرف نمیزن دیگه، بهتون نشون بدن دیگه چه چیزایی داره و اینا. نگاه هم بیاد پایین خیلی ارتفاعشو. حالا نگاه کنم خیلی ترسناکه، خیلی خیلی خوش رنگ و پر نور و همه چهاریه. نمیدونم یادتونی یا نه ولی این ماله رو من دارم. من این اسپیدی که اسمش اسپیده رو رفتم بالا، ببینید انقدر بالاست که اصلا باورتون نمیشه، خیلی هم ترسناکه. چقدر طولانی آدم بالا میاره. پشمکی دست دختر دید شما کنده بود. اینجا ماشین بازی واسه بچه کوچیکه. کپی رایتی که قراره بخوریم اینجا آهنگ میذارم. نمیدونم چی باید ساختمون باید بری بالا، اتاق فراره. اینم واسه میگم شاید دوست داشته باشه، واژه کوچولوها.
خیلی آقای کار سختی داره که باید بقیه رو بزن تو کلشون. اینقدر اینجا غذای مختلفه آدم گشنش میشه، دارم میمیرم از گشنگی. اینو من رفتم خیلی باحال بوده، خیلی هم بزرگ و طولانیه. چیکار میکنه این؟ الان نوبت ما رو یکی گرفتم. بزن به یکی. این همونی که گفتم لکارسل زندانه. بیا پایین. نگاه
خب آقا اینم از این ویدیو. خیلی قشنگ و خفن و عالی بود، همه چیز خیلی پرفکت بود و یه جایی هم خیلی موزیک و اینا داشت که احتمالا موزیکا رو قطع کنم و اینا، موزیکای اصلی نذارم، موزیکای بدون کپی رایت بذارم. خیلی چون موزیکای مختلف داشت. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید، رو آل بزنید که نوتیفیکیشن واسهتون بیاد. فرقی نمیکنه شورت باشه چه ویدیو معمولی باشه. و تو کامنت هم نظرتون حتما در مورد ویدیو بنویسین. هیچ کس رو تو زندگیتون خیلی بزرگش نکنین، چون یه حرکتی میزنه که اصلا توقعشو ندارین. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی میبینمتون. چاو.